بچه‌ها خوش اومدین به این ویدیو. بچه‌ها اومدم با ویدیو آموزشی و اتچمنت شاتگان برای سیزن 8. بچه‌ها اول بریم سراغ سنس که این سنس به دلخواه خودتونه، میتونید تغییرم بدید. بچه‌ها وارد بیسیک میشین، دیگه هر گزینه‌ای که بهتون نشون میدن رو میزنید. میای پایین بچه‌ها، میای اینجا این گزینه آن میکنیم، این گزینه آن میکنیم و تا 100 میبریم بالا. بعد میای پایین FOV تون رو باید تا ببریم بالا. اگه دوست دارین هر چقدر تنظیم دوست دارین. این FOV برای اینه که اسکیل چقدر دور بشه از صفحه و دید بهتری داشته باشیم. بعد میای سنسیتیویتی، این گزینه برای سرعت چرخش صفحه دوربینه که هر چقدر دوست دارید میتونید تنظیم کنید. من مثلا روی 192 گذاشتم. بعد میایم پایین دیگه اینا رو خودتون تنظیم کنید. من نکات مهم رو بهتون میگم، اینا رو تنظیم کنید. راستی چیز مهم بچه‌ها، دوست داریم مثل بعضیا میبینید وقتی انمی شکل میکنن دمیجشون رو میبینن. این گزینه فرار کنید و تا 100 ببریم بالا. بچه‌ها حالا بریم سراغ اتچمنت ها سیزن 8 واقعا یه اتچمنت ها وان شاته. اگه وان شات نبود بیاین تو کامنت ها فوش هم میدیم. این اتچمنت هایی که میدم اصلا خیلی خفنن. اتچمنت چسه، این اتچمنت کیارم، بچه حالا یه مچ به دلخواه استارت کنیم. هرچی دوست داریم به این تست کنیم قشنگ. اگه میخوای حاد سنگشتی هم بدم، این ویدیو اگه به 50 تا لایک برسه من حادو میدم بهتون. نگاش ران شده هیچ پل کردش نیست. الان یه لانگی برای لیجند هم بزنی روش دیگه نوره. الان نوره فاصله رو مرسی تا آخر ویدیو همراه من بودی. لایک و ساب بزنید. خدافظ.